اولین باری که من حدوداً 7 سال پیش بچه‌ها چیز خریدم، خونه خریدم، چجوری خریدم؟ قسطی خریدم، خودمو بدهکار کردم. و حتی اولین باری هم که ماشین خریدم بازم همینطور، و حتی دومین باری هم که ماشین خریدم بازم همینطور. امروز میخوام درباره چی صحبت کنیم؟ بچه‌ها الگوریتم های رشد. در مورد الگوریتم های رشد، یعنی فرمول های تکرار شونده رشد. ما 3 تا الگوریتم رشد داریم که یکیش چیه؟ ایجاد بدهی درسته. ایجاد بدهی درست، همینی که الان من صحبت کردم. گفتم که من خودمو بدهکار کردم، یه خونه خریدم و یه مدت مثلا 1 سال 2 سال بهت فشارم میاد، ولی قسطاشو در نهایت پرداخت میکنی و 1 سال بعد چی برات میمونه؟ اون خونه برات میمونه. 6 ماه بعد، 1 سال بعد چی برات میمونه؟ ماشینه برات میمونه. این بهش میگن الگوریتم رشد، ایجاد بدهی درست. ایجاد بدهی درست یا ایجاد بدهی اجباری، این یه الگوریتم رشده. اما اینو چه مواقعی میشه استفاده کرد و چه مواقعی نمیشه استفاده کرد؟ بچه‌ها لطفاً این دوره رو، درست ما 2,900,000 تومان گذاشتیم، ولی این دوره فوق العاده، یعنی ارزش این دوره به واقع 50 میلیون تومانه. دست کم نگیرید، خیلی نکات مهمی توش هست. در کنار این 3 تا الگوریتم رشد کلی نکات حاشیه‌ای هم کنار این هست و تو این دوره هست. اینو خواهش می‌کنم خیلی جدی بگیرید، استفاده کنید و بسیار کاربردیه. بارها من خودم استفاده کردم، به کار گرفتم و نتیجه گرفتم و همین الانش هم دارم استفاده می‌کنم. ما 3 تا الگوریتم رشد داریم. 1 ایجاد بدهی درست، 2 الگوریتم هجرت و 3 الگوریتم پیگیر سوزنی یا پیمانکار رشد. حالا ما امروز میخوایم در مورد الگوریتم ایجاد بدهی درست. بدهی درست یعنی چی؟ در راستای خرید کالای سرمایه‌ای. بچه‌ها نکات خوب توجه کنید. در راستای خرید کالای سرمایه‌ای، مثل چی؟ مثل ماشین، مثل خونه، مثل تجهیزات، مثل نمیدونم اون لوازم و وسایلی که برای بیزینست نیاز داری. چرا کالای سرمایه‌ای؟ که اگه یه زمانی هم نیاز شد، نتونستی قسطشو بدی، بهت فشار اومد، میتونی همون رو دوباره بفروشی و بدهی تو تسویه کنی. پس چی شد؟ ایجاد بدهی درست در راستای خرید کالای سرمایه‌ای مثل خونه، ماشین و تجهیزات. برای کی مفید نیست؟ چه وقت اینو نباید استفاده کنید؟ وقتی که شما خودتون بدهکار هستید و بدهیتون تکرار شونده است. یعنی 3 ماه یه بار دچار بدهی، یعنی سیستم معیوبی داری، سیستم معیوب تکرار شونده بدهکاری داری. یعنی چی؟ آدمایی هستن که بدهکاره، این کلا اون کلا کرده، سود داده، نزول میده، نزول گرفته، چک داده فلان. این سیستمش هم تکرار شونده است. یعنی 3 ماه یه بار تو تکرار میشه که بدهکار میشی، دوباره تصفیه میکنی، دوباره 3 ماه دیگه تکرار میشه، بدهکار میشه. این بهش میگن سیستم بدهی معیوب. سیستم بدهی معیوب تکرار شونده که هر 3 ماه یه بارم تکرار میشه. برای همچین وضعیتی مناسب نیست. خوب توجه کنید. برای همچین وضعیتی شما از این الگوریتم نمیتونی استفاده کنی. زمانی میتونی اینو استفاده کنی که شما دوچار همچین چرخه معیوب بدهی تکرار شونده نباشی و میای خودتو بدهکار میکنی. یه خونه میخری، یه ماشین میخری یا تجهیزات میخری، بهت هم یه ذره فشار میاد، اما همین فشار اومدن باعث میشه که شما به فکر راههای افزایش فروشت باشی، بیشتر درآمد، و بعد از 1 سال که اینا رو پرداخت میکنی، اون موقع تو مثلا شدی مثلا یه خونه داری. خونه چقدر شده؟ مثلا الانم گرون شده، بعد 1 سال شده مثلا 5 میلیارد، 6 میلیارد. 2 بار 3 بار اینو تکرار کنی، شما مثلا میشی صاحب مثلا 15 میلیارد، 20 میلیارد، به همین راحتی، به همین آسونی. فقط میگم که فراموش نکنید شما حتما باید در راستای خرید کالا سرمایه‌ای باشه. شما اگه چیز دیگه مصرفی بخرید، این اصلا ممکنه به ضررتون هم تموم بشه. ما 3 تا الگوریتم رشد داریم بچه‌ها. 3 تا الگوریتم رشد داریم که این اولیش، روزی یه دونه‌شو صحبت می‌کنیم. این دوره بچه‌ها بجز این 3 تا الگوریتم رشد کلی مباحث حاشیه‌ای دیگه داره که همه رو توی پکیج شده، توی کانال تلگرام می‌ذاریم. مبلغش هم 2,900,000 تومانه. خدا شده خیلی بیشتر از اینا میارزه. من خودم بخشی از دوره‌ای بوده که شاید 400-500 میلیون تومان پولش رو دادم و این الگوریتم من خودم تکرار کردم بچه‌ها، امتحان کردم، تست کردم، نتیجه‌ام گرفتم و حتی الانم دارم استفاده می‌کنم. و حتی همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم و بچه این الگوریتمو دارم استفاده میکنم. میرم مثلا چی خونه میخرم، قسطی میخرم، چکی میخرم. تازه 1 سال 2 سال بعد که خونه دستت میرسه گرونتر هم شده. این بهش میگن الگوریتم رشد چی؟ ایجاد بدهی درست.
یه زمان نباید استفادهش کنی، موقعیه که شما دچار چرخه معیوب بدهکاری هستی که گفتم هر 3 ماه یه بار این چرخه تکرار میشه و شما این بدهیت رو دارید. حالا این الگوریتم من گفتم توی ویدیوهای بعدی بچه مباحث کناریشو میگم که اگه مثلا تو این حالت شد چه کاری کنی، اگه این حالت اتفاق افتاد مثلا اینا رو چه کار کنی. حالا کلیپا رو به خاطر اینکه بچه بتونیم توی کانال تلگرام بذاریم مجبوریم کلیپا رو 5 دقیقه بگیریم، به همین خاطر ادامهش رو در کلیپ بعدی بهتون میگم.